بعد بحث و درخواست‌های با تکرار گروه از مسافران شرکت سیورنیویتر برای سفر به روسیه، مقامات به هواپیماهای این شرکت اجازه پرواز دادند، ولی هنوز هم یک قسم مسافران شرکت در فرودگاه دوشنبه در ماندند و منتظرند که کی راه آنها نیز برای سفر به روسیه باز می شود. دفتر مطبوعاتی فرودگاه دوشنبه روز 27 می به رادیوی آزادی گفت هواپیماهای خط‌سیر ایرکوتسک و قزان شب گذشته به روسیه پرواز کردند. با گفته مسئولین فرودگاه حدود 700 نفر به روسیه رفتند. مقامات بعد آن به 2 پرواز شرکت مذکور اجازه دادند که روز 26 می 10 مسافر درمانده در فرودگاه دوشنبه جمع شده از مقامات طلب کردند که به مشکل آنها رسیدگی شود. آنها میگفتند که یک هفته از دوشنبه به روسیه پرواز نمی کنند و سرسان و سرگردان شدند. مقامات که بعد دیدن ازدحام عصبانی به نزد آنها آمدند گفتند که تأخیر با عیب آنها نیست و شرکت را در سرگردانی مسافران و اجرا نکردن مقررات متهم کردند. باز من همه شما را دعوت کردن در پروازهایی که اجازت ندارد دعوت کردن، باز همینجا این نادرست است. تجمع مسافران در نزد فرودگاه دوشنبه بعد از ظهر 26 می آغاز شد و قریب 2 ساعت ادامه داشت. مقامات برای حفظ ترتیبات ماموران میلیسا را دعوت کردند. هفته گذشته آژانسی اویاسیون شهروندی اجازتنامه شرکت سیورنیویتر را برای به گفته مقامات بلند بردن نرخ بلیط بیکار کرد، اما نمایندگان شرکت پیشتر این را رد کرده گفتند بلیط ها را گران نفروختند. بعد کم شدن محدودیت‌های پاندمی، پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و روسیه از 1 اپریل آغاز شدند. در یک ماه اخیر تأخیر در پروازها و سرگردانی مسافران در فرودگاه‌های تاجیکستان زیاد دیده می شود. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.